نمیصرف. مبارک باش. مرسی دکتر، فقط من همیشه مهمونی دعوتم نخورم. تو ربطی داره بخور. آخه مزه آب بالبالی رنگ میگیره. با دور بخور. سلام چطوری؟ مرسی. تو شرایط دفتر چجوریه؟ ما شرایط نداره. وا پس من باید چجوری پرداخت کنم؟ شما پرداخت نمی‌کنی، من خودم پرداخت می‌کنم. تو هم که زحمت کشیدی، قدم سر تخم چش من گذاشت تا اینجا اومدی بس. دکتر شرایط اقساط چجوریه؟ 98% شما پیش پرداخت داری، میمونه 2%. اون 2% هم 24 ساعت فرصت پرداخت داری. قبلش یه چک 500 میلیون ضمانت، سند خونه، سند ماشین با 2 تا فیش حقوقی کارمند رسمی. اینجا زده 20% 12 ماهه. چه کورتو واکن تو پرانتز زده فقط واسه خانوما. اینجا با نه فرقی نداره. اصلا نداریم. کی گفت اینجا به سر بدی؟ دکتر اینجا نمیدونه برام داری. حرف میگم چقدر بس شده. راست میگن یه شبیه گوساله شدی. کی بابا دکتر اون روز شما نبودین یارو گفت بیا. همین یارو قرق گذاشت. باش ساموس من نبودم ریند تو زنونه نری. اصلا نترسیا. آب باده. دکتر چرا تمام نمیشه؟ ساعت داری جرم گیری می‌کنی. قربونت چیز راحتی نیست، یه چیزی کاملا تخصصیه جرم گیری. اصلا دندون قلب دوم دکتر اون که پاه. مریض بعدی. هر چیه؟ دکتر من جنگیری اومدم. یه هم نگاه کن. خب دکتر جنگیری چی پس؟ جرمگیری چیه؟ تمیز شد دیگه. پاشو بیرون بابا. به چه جیگری. تو چرا خرگوشی زدی الان؟ من تو حالا 2 دقیقه پیش با دو دختر تلفن حرف زدی موش شده بودی، حالا اینم خرگوش دید خیلی ناز شد. اکار دستی مخلصم. از این کار دکتر ببخشید من دندونامو درست کنم. ایس او پی جی. او پی جی چیه؟ هیچ وای اینجوری کن. اینجوری تر. این چیه؟ او پی جی دیگه. دکتر چقدر تقدیم کنم؟ شما یه کامپوزیت 70 میلیون. دکتر گفتی 30 میلیون. 2 ساعت نشستی اینجا 18 تا فقط چاکلت خوردی، 3 تا نسکافه خوردی، دوباره رفتی دستشویی زیر کوله گازی نشستی، کولچامون رو تمام کردی. اینا همش از این است. نظر که دستگاه اسپرسو بزنم کنج اینجا اسپرسو بدم دست مریض سری رنگ بگیره بیام کامپوزیت.